شناختن منافقین و مردم به فهمانیدن منافقین و دور شدن از منافقین و مبارزه بردن بر ضد منافقین، این امر الله و رسول الله است. این امر الله و رسول الله است. عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخم الأرض، ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. Учата мегом тут, я чантата хона у дато на медону. Нигор ки я фиркаре то мекни тут, то тамошо ку. Я кая там меджошишо хубай, беҳтарин ами доичора ку. Доичора ҳамаша бас пори хубай. Ман шуморо аввал рак мемонум, мегом ба меспорум, фаҳмидӣ? Ҳар ятата мегом, қадар хатиданат мегом, ба мегом. Ге баре бо хӯешона. Хода даруни амуз сабачка бод нагоянтона, сионкатона кунам дар ютуб на партон намемону. Шуморо смерть через макакука кадан накора. Ё бия. Ман ҳам худтона мегом, ҳам очатона мегом, ҳам отатона мегом, ҳам зан кудактона мегом. Марди любой тадинам кадоме Дамаску ҳасти, марда ки биё рӯбарӯ гап зан. Бача марди биё рӯбарӯ гап зан. Бедини беимоне ай қафо ханҷар медане. Уммати ҳазрати Усмон разияллоҳу анҳу шумо киште. Ҳазрат Али имрӯз тоҷик ҳам шумо нобуд кардестед. يو حيفا كادم عبد الله بن عباس گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرده شده است کسی که دشنام میدهد پدرش را، لعنت کرده شده است کسی که دشنام میدهد مادرش را، لعنت کرده شده است کسی که بغیر الله ذبح میکند، لعنت کرده شده است کسی که حدود الله را در روی زمین میگذرد، لعنت کرده شده است کسی که به چهارپاها به حیوانات میرسد، ملعون است کسی که عمل میکند به عمل قوم لوط. پیامبر صلی الله علیه و سلم این شخصان را لعنت کردند که دشنام میدهد پدرش را یا که دشنام میدهد مادرش را و به غیر الله ذبح میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ملعون است، اینها ملعون است. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که صحابه ها پرسیدند که آیا میتواند یک شخص پدری خودش را دشنام بدهد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند یسب ابا الرجل فیسب اباه فیسب امه. اگر یک انسان یک برادر خودش را، یک شخص را اگر دشنام بدهد، این مادر خودش را دشنام داده ایستاده است، این پدر خودش را دشنام داده ایستاده است. ای دشنام کننده ها، ای دشنام چی ها، از الله بترسید که شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ملعون هستید شما، از رحمت الله سبحانه و تعالی دور شدگی هستید. بترسید، به سوی الله توبه بکنید تا که الله سبحانه و تعالی در رحمت خود قرار دهد. بين النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس تصيبهم لعنة الله بقبح أفعالهم، وحذر أمته من الوقوع في هذه القبائح. بیان کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی از مردمان را که رسیده است بر آنها لعنت الله به بد بودنی فعلهایشان، به بد بودنی زبانهایشان، و حذر کنانید امتش را از واقع شدن در همین بدی ها. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، سب أحدهما أو كلاهما سبا مباشرة بلسانه،
پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان میکنند که ملعون است کسی که دشنام میدهد پدرش را یا که دشنام میدهد مادرش را. اینها لعنت کرده شده هستند، از رحمت الله اینها دور هستند. وفي هذا الحديث بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بيان كثير من القبائح التي توجب اللعنة ليجتنبها المسلم. و در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان می شود حرص پیامبر صلی الله علیه و سلم اینکه بر بیان کردن بسیاری از بدیهایی که واجب میگرداند لعنت را برای شخصی که همین کارها را اجرا میکند تویی که اجتناب کند از همین چیز شخصی مسلم. هر یک انسان رو ما فقط به نام پدرش میگیریم. مثلا پیامبر محمد ابن عبدالله میگیم، عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب. تا همین روز 1400 سال اسلام است، 1450 سال ما یک مرد رو فقط نام پدرش رو میگیریم، اما منافق رو هم نام پدر و هم نام مادرش رو میگیریم برای آن که انیق و دقیق شناخته شود، هم پدرش هم مادرش شناخته شود. شناختن منافقین و مردم به فهمانیدن منافقین و دور شدن از منافقین و مبارزه بردن بر ضد منافقین، این امر الله و رسول الله است. الله خیلی که کفار رو گفت در فهلش منافقین رو جهد کفار والمنافقین و غلظ علیهم، مبارزه ببر بیجنگ با کفار و منافقین و با اونها غلیظ سختگیر شدید نامهربان به چهره های تروش به اونها روبرو شو. اگر او در نزد تو نباشد هرگز به اونها دوستی برادری نکن. ابن القیم الجوزی وقتی که در تقسیمات های کلمه جهاد صحبت میکنه، یکی از نمودش میگن علم مبارزه بردن با منافقین مبارزه بردن. چگونه به منافقین مبارزه میبره؟ حقیقت چهره اونها رو بیان کردن، شناختن منافقین، دور کردن منافقین، غلیظی کردن به اونها و صفات های منافقین رو بیان کردن و زیرک شدن در شناخت منافقین. این همه صفتهای مؤمنین است. عیناً امروز ما وقتی که می نگریم منافقین کدام وقت به وجود آمدند؟ در اول دعوت ما منافقین خیلی کم بودند، زیرا که منافقین این دشمنان الله و رسول الله فکر میکردند که ما این دعوت کننده ها رو به یک گفتن نابود میکنیم. فکر میکردند یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا فکر میکردن که این نور الله را به همین پف کردن و دهانشون نابود میکنند، لیکن نتوانستند. با تمام این قدرتشون که نتوانستند، بعد گفتن نه، ما با پهلوش میداریم. خیلی که عبدالله ابن ابی ابن سلول پیامبر صلی الله علیه و سلم را فریب دادنی خواست و الله خار و زارش کرد. این منافقین هم همون طریق خواستند که به پهلوی طالب علم‌ها بیایند، به اونها نزدیک شوند و فتنه های گوناگون را ایجاد بکنند. چگونه که منافقین در زمان پیامبر فتنه ها را ایجاد کردند. اعوذ بالله. زن پیامبر را، مادرمون عایشه را تهمت کردند. پیامبر وقتی که به بالای خر سوار شدند گفتند خر بو دارد و در پهلوی پیامبر با مؤمنین موحدین جنگ میکردند. یکی از صفت‌های مشهورترین منافقین همین است که همیشه تلاش در بین موحدین دارد، در مسائل ناچیز مسائل، نامعلوم مسائل اختلاف در بین موحدین دارد. مسخره و شوخی دارد. طریقه دعوت رو میخوان که غلط و درست و تفریق انداز یا اینو آن بگوید. عیناً صفت‌هایی که عبدالله ابن ابی و همون منافقینی که در زمان پیامبر بود داشت. امروز هم عیناً همون صفت‌ها را منافقین امروز دارد. به همون طریق عبدالله ابن ابی اول داخل میشود به نزد تو، دوستی نزدیک تو میشود، در پهلویت میشود، دست راست تو میشود و بعد از این مکان تو رو، حالت تو رو، دوستای تو رو، اول خودت رو نه، ای طالبین زنده باش، اول تو رو نه، اول دوستایت رو که در گرد اطرافت هستن نابود میکنی. با واسطه تو شناس به همه شناس و بالاخره وقتی که همه رو نابود کرد تو رو هم نابود میکنی.